خیابانی به نام سعدی شیرازی دوشنبه. در این راه همه‌روزه چنین صحنه را دیدن ممکن است. هر صبح و شام ماشین‌های زیاد اینجا پسی هم تنبه می‌شوند. راننده‌ها عصبانی و مسافران خشمگین ساعت‌ها در میان راه در می‌مانند. در دیگر راه‌های دوشنبه هم عین احوال را می‌بینید. راننده‌های اتوبوس و تریلربوس‌ها سبب تنبه‌شوی را شیوه کاری تاکسی‌های به اصطلاح مردمی یا غیر رسمی می‌دانند. راننده‌هایشان را تنقید می‌کنند. بسیار تنبه‌شوی حساب تاکسی‌هایی که مقصد نلیگال نیست 8 می‌گردند حساب عمومش کجایی که مقصد من میکنن سیوم پلاسه و دوم پلاسه من میکنن بسیار غمتیانده مقصد تاکسیستا اتوبوس گوناگور میکنن اتوبوس تاکسیستا لکه در حالتی که جای تاکسی‌ها ما ایستگاه عموما در آمدن نمیتونیم ایستگاه دائما جای تاکسی دیگه ما در آمدن نمیتونیم تا اون تاکسی‌ها نبرو ما برآمدن نمیتونیم و مسافرها خیلی مسافر هر گپ گفتن میگیره ما دیگه طاقت میکنیم چیکار میکنیم. راننده‌های تاکسی‌های غیر رسمی میگویند آنها در ایستگاه نمی‌ایستند زیرا می‌دانند که جریمه می‌شوند. برخی تصدیق کردند که در ایستگاه نیز می‌ایستند تا زمانی که ناظر راه به آنها هشدار ندهد. چشم‌پوشی برخی ناظران راه به بی‌اعتنایی رانندگان به قاعده‌های حرکت، رشوه‌ستانی، کافی نبودن توقفگاه‌ها از سبب‌های دیگری تنبه‌شوی ماشین‌ها خوانده می‌شود. جمشید راننده یکی از شرکت‌های تاکسیرانی میگوید تنبه‌شوی ماشین‌ها کاری آنها را هم سخت کرده است. او که در خارج هم راننده تاکسی بوده است میگوید ماشین بسیار دیگه راه مایدا این راههای همین سایوزی میگیم هم دو پلاسام خستگی ماشین بسیار دیگه وقت 5 10 ماشین بود از 100 200 هزار ماشینش دیگه راههای بسته فریاد و هیاهوی رانندگان ماشین‌ها به همدیگر زندگی مردم دوشنبه را هم مشکل کرده است. پروبکا بسیار خاک رفته آمده قین آمده پروبکا بسیار خاچو میکنه که این تکنیکه راه خوبی باشه خوبیت بالانس میریت بیموردیت کسلی در خونش رفته آمدن سوز میشه اکی تکنیک بسیار شو بازم گوداکم حرکت است مایده هم کانون موسفیدم همش که پروا داره نداره همش تکنیک حرکت برآمده است. در ریاست خدمات نظارت و تنظیم در نقلیات دوشنبه افزایش ماشین‌ها را یکی از سبب‌های تنبه‌شوی نامیدند. دوم عامل این در تعمیر قرار داشتن بعض از کوچه‌های شهر دوشنبه که واسطه‌های نقلیه که در آن کوچه من فعالیت میکردن با همشفت دیگر کوچه ها گذارنده شدند که این از عامل‌های تنبه‌شوی واسطه‌های نقلیات بخصوص در وقت‌های شدتناک میشود. سوم عامل این وارد شوی اکثریت شهروندانی که امروز در پایتخت کار میکنند قسمی از آنها از شهر نوعی تابع میباشند که سرگاهان با واسطه های نقلیات سبک‌روی خود وارد پایتخت میشوند که این با یکی از عامل های زیاد شدنی تنبه‌شوی آورده میرسند. مصاحب ما بنیاد مترو و راههای دو طبقه یا استکادا را از راههای حل مشکلات و آسان شدن حرکت در دوشنبه می‌حسابد. در شهری که چند راه دو طبقه ساخته شد و تعمیر و بازسازی راهها و وسیع کردن آنها ادامه دارد. در دوشنبه که بیشتر از 1 میلیون اهالی دارد فقط 4350 تاکسی کار میکند. حساب ماشین‌های خصوصی نامعلوم است. روزانه هزاران ماشین دیگر از گوشه‌های دیگر تاجیکستان هم میآیند و میروند. با نظرداشت افزایش ماشین‌ها و جمعیت پایتخت احتمال است که مشکل تنبه‌شوی ماشین‌ها در آینده نزدیک حل شود و ساکنان هم بغیر از تحمل این وضع علاج هم ندارند. مقامات میگویند شاید تا 1-2 سال آینده احوال بهتر شود.